تو این بخش قراره با محیط کارمون آشنا بشیم. محیطی که ما توش قراره کد بزنیم گوگل کلاب هستش. مزایای زیادی داره و کار توش راحته. گوگل کلاب یه محیط برنامه نویسی هستش که گوگل ساخته بر اساس جوپیتر نوتبوک که اومده روی کلود و سرورهای خودش همراه با اون CPU، رم و GPU در اختیارمون میذاره. برای محاسباتمون که توی دیپ لرنینگ خیلی میتونه کمکمون کنه. تنها چیزایی هم که لازم داریم یه اکانت گوگل و دسترسی اینترنت هستش. بریم ببینیم که چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. گوگل کلاب، لینک اول collab.research.google، حالا معمولا میاد یا لینک دوم. این لینکو بزنید، واردش که میشید با اکانت جیمیلتون باید لاگین بکنید. خب این گوشه پسورد بانک مرکزی. بعد ارزم به خدمتتون این که یا اول فاز try different چی شد؟ خب بخیر گذشت. اینجا میایید روی بخش نیو نوتبوک میزنید، یه نوتبوک جدید باز بکنید. بعد خب اینجا ما بالا یه نواری داریم که کلی کار میتونیم باش بکنیم. بعد سمت راست کانکت میکنه به سرورهای گوگل و سمت چپ هم یه سری چیزا هستش که همه رو الان بهتون توضیح میدم. یه پرینت هلو ورد معروف رو بزنیم. ورد. خب شما باید یا اینو اجرا بکنید، از این ور کانکتش بکنید، یا یه سری دستور بزنید که این خودش کانکت شه. یه کدی اجرا بکنید یا خودش اتوماتیک کانکت میشه، یا همون کانکتینگ رو بزنید خودش وصل میکنه. بعد یه کد من اینجا میزدم که بتونم یه سری دستوراتش رو بهتون بگم که چه جوری کار میکنه. توی بخش فایل اینجا چیزی که به دردتون میخوره یه دونه نیو نوتبوکه که هیچی، اونم اوپن نوتبوک آپلود. بعد ارزم به خدمتتون رینیم، فایلتون رو اینجا میتونید رینیم بکنید. این آخرش یه پسفند NB داره، مخفف همون نوتبوکه. خب اینجا میتونید فایلتون رو رینیم بکنید، هرچی بخواید میتونید بذارید. بعد اینجا بحث موو و موو تو ترشش واسه گوگل درایو هستش. اینجا رو بهتون میگم گوگل درایوش چجوریه. بعد خودش اوتو سیو داره، نیازی نیستش که بخواید هی تون کنترل اس بزنید. بعد حالا بخواید میتونید توی گیت هاب یا هر جا که بخواید میتونید سیوش بکنید، یا میتونید ببینید الان اینا هر چی اوتو سیواش هر اتفاقی میفته توی گوگل درایوتون هستش. حالا شما اگه میخواید حالا قطعه کدتون رو بدید به یه نفر یا به توسعه دهنده بعدی، یا میتونید شیرش بکنید از اون بالا، یا اینکه میتونید توی بخش دانلود کدتون رو با پسفند همون نوتبوک یا پایتون دانلودش بکنید. بعد ارزم به خدمتتون این که دیگه اینجا چیزی نداریم، تو ادیت هم زیاد کاری نداریم، ویو درد نمیخوره. خب تو بحث ران تایم ما تنها این چیزی که اینجا به دردمون میخوره دو تا چیزی که خیلی باش کار میکنیم: restart session and run all و change run type. این دوتا ما خیلی باش کار میکنیم توی بحث restart و change run type. ببینید ما برای مثال چه بدونم چند صد خط سلول داریم. خب گوگل کلاب چون به شما این فضا رو داره رایگان میده، یه فضای محدودیه. خب حالا اگه بخواید این فضا رو برای خودتون شخصی سازی کنید، کاستومایز کنید و برای خودتون باشه، باید نسخه‌های پروش و اینا رو بخرید. بعد این فضا چون هم در اختیار عمومه و همه دارن ازش استفاده میکنن، حالا این فضا رو نمیگم و کلا این فضایی که گوگل در اختیارتون گذاشته رایگانه و همه دارن ازش استفاده میکنن، بعضی وقتا خطای کدتون که طولانی میشه
یه کرش ریزی میکنه. خب شما اون کرش رو باید با این دستور ریستارت میزنید و کلا همه چی ریست میشه، کدا از اول شروع میکنه کار کردن. حالا اگه شانستون بخوره کدتون خیلی زیاد باشه، کارتون سنگین باشه، یه ریست باید بزنید برید که فردا صبح بیاید در خدمتش باشید، مگر نه انقدر چیز نیستش، چون معمولا کدتون که سنگین باشه کرش میکنه، مگر نه کد خط کم و اینا رو اوکی باش. بعد این بحث ریستارتش بود. چنج ران تایم. اینجا ما رم و دیسک در اختیارمونه. اگه بخوایم جی پی یا تی پی آزاد بکنیم واسهش، اینجا براش میزنیم ریست میشه و خب اینا رو پاک کنیم. حافظه پر کرده بود. چی شد؟ سورپرایز. وقتی داری رکورد میگیری و تصمیم میگیره گوگل که سورپرایزت بکنه، اتفاقات ناشناخته. درست شد. اینجا رم و جی پی یو دیسک در اختیارمون گذاشته. توی پیام قبلیش هم که داده بود که یس رو زدیم رفتیم همینجوری، گفته بود که اگه مثلا کار مهمی داری و اینا واقعا از جی پی یو یا تی پی یو نیاز داری اون موقع بزنه، وگرنه بذار که آزاد باشه واسه استفاده بقیه. ما واقعا کارمون سنگینه. الان پرینت آورد کم کسی نیستش بر خودش. ببینید خب اینجا که توضیح دادم همه شد. تو بحث شیر هم میتونید کدتون رو شیر بکنید و بعد دیگه از بالا بخوام بهتون توضیح بدم، اینجا میتونید سکشن جدید درست بکنید. بعد هر چند تا سکشن که بخواید میتونید درست بکنید برای خودتون. بعد ارزم به خدمتتون این که میتونید کدتون رو پیدا بکنید. چه بدم مثلا بخوایم اون هلو ورد رو تغییر بدیم، کد رو پیدا میکنه. اینجا میتونیم ریپلیس کنیم جاش. بعد چه بدونم هرچی. بعد اینجا میتونیم ریپلیسش بکنیم. ارزم به خدمتتون اینجا هم یه سری دستور کد آماده داره که مثلا پانداس، کتابخونه پانداس که واسه کار با دیتا خیلی ازش استفاده میکنیم. کتابخونه کار با دیتا دیگه خیلی ازش استفاده میکنیم که باید ازش استفاده بکنیم. استفاده نکنیم نمیتونیم. کتابخونه پانداس یه سری کداشو گذاشته واسهتون. سری کد پایه بالا شروع میکنه، آسون به سخت میره، بهتون یاد میده. اینجا میتونید از این کد استفاده بکنید. بعد اینم دیگه چیز مهمی نیست. خب اینجا این کار با فایلایی که داریده. خب ما کلن با گوگل درایو کار میکنیم از این به بعد. ببین ما هر کاری که بخوایم انجام بدیم، کار با پردازش تصویر، کار با پردازش وایس، تکس یا مدل‌های پیش بینی کننده، هر کاری بخوایم انجام بدیم باید توی گوگل درایو فایلش رو آپلود بکنیم. اون دیتایی که داریم و باید فایلش توی گوگل درایومون باشه. بعد یا اینکه میتونیم همینجا آپلود بکنیم، ولی توی گوگل درایوتون باشه بهتره، دسترسیش راحت تره و خیلی راحت‌تر میتونید باش کار بکنید. بعد ارزم به خدمتتون این که اینجا وقتی کانکت میکنید به گوگل درایو، اینجا الان یه پیام واسهتون باید بیاد که دسترسیشو بدید که اجازه بده به کلابتون وصل بشه. الان برای من نیومد. بعد وقتی هم که اجرا میکنید بعضی وقتا اینجا یه قطعه کد واسهتون میاره که میگه آقا اگه اجراش کنی من درایوتو وصل میکنم. اون کد رو همون لحظه اجراش نکنید، بذارید یکی دو دقیقه بگذره، اگه وصل نشد بعد اجراش بکنید. بعضی وقتا همینو میزنید وصل میشه، همون کد رو میده، جفتشو با هم دیگه اجرا میکنید، کلا کرش میکنه، یه 20 دقیقه نیم ساعت درگیرید که فقط کلا وصل بکنید، درایوتون رو وصل بکنید. بعد دیگه همینا بود دیگه. اینجا هم دیگه فضای دیسکی که اشغال کردید و گفته. بعد ارزم به خدمتتون بچه‌ها یه چی بهتون بگم. ببینید این گوگل درایو خودم هستش. حالا اینجا یه سری دیتای اکسله،
دیتا ها رو وقتی که آپلود میکنید، بذارید اینو ببندم بچه، کار سختی نیستش. توی گوگل درایوتون برید یه چند تا فولدر بسازید، هر کاری که انجام میدید توی همون فولدر بذاریدش. مثلا مثل اینجا نه، هم کدا هم دیتا ها همه رو یه جا بذارید. اینجوری هم خودتون یه مقدار اذیت میشید واسه پیدا کردنش، هم دسترسی بهش واقعا سخت میشه دیگه. هی شما هر چیزی بخواید بگردید باید اینجا رو بگردید پیداش بکنید. اینجوری این حرکت رو بزنید حتما، خیلی کمکتون میکنه بعدن. چه قافیه شد. بعد اینجا توی بخش دیتا ست اگر که باز بشود، باز شوی دیتا ست. خب نمیدونم چرا الان باز نمیشه. اینجا یه سری فایل اکسل بود که اگه بخوایم مثلا یه دونه کپی پست داره، رفتش، بذارید دوباره بیاد بهتون توضیح بدم قشنگ. ما با کپی پست میتونیم فایلایی که توی گوگل کلابمون دیتایی که داریم رو میتونیم کپی کنیم. مثلا این دیابت، اینجا میایم کپی پست رو میزنیم، کنترل سی کنترل وی، کنترل سی که کپی شده بود کنترل ویش میکنیم دیگه. همین دیتا رو اینجوری میتونیم برداریم. حالا این شکلی نیستش، این الان اروره، جور دیگه باید استفادهش بکنیم که تو جلسه بعد همه رو میگم بهتون. دیگه همینا بود، چیز دیگه ای نداره گوگل کلاب. به همین سادگی، به همین قشنگی شما میتونید با جیمیل خودتون هر جای دنیا که هستید وصل شید و کدتون رو بزنید. دیگه برق رفت نتونستم سیو بکنم و این بهونه ها دیگه گوگل کلاب از ما این بهونه ها رو میگیره متاسفانه. بعد همینا، خسته نباشید. واسه ویدیوی بعدی هم دیگه رسما شروع میکنیم به کد زدن، آپلود دیتا و ببینیم که از کجا دیتا دانلود بکنیم و کار با دیتا رو دیگه از جلسه بعدی شروع میکنیم. فعلا تا ویدیو بعدی.